صحبت بکنم. اینکه چراغاشون، علائم هاشون، انواع مختلفی که دارن چطوری قابل نصب هستن و چطوری میتونیم از اونها استفاده بکنیم و ولوم هایی که روی اونها هستن نقششون چی هست و همه رو میخوایم توی این ویدیو به صورت مفصل در موردش بحث بکنیم. اولندش کنترل فازها معمولا در این دو سه نوعی که خدمتتون ارائه میکنیم وجود دارن. نوع اولش که به این صورت هست و یک سه فاز ورودی داره و یه MP که به 0 وصل میشه، 3 فاز و 0 به کنترل فاز وارد میشه و 15 16 و 18 سه تا پیچ هم پایین این وجود داره که 15 ورودی فرمان رله هست، 16 هم در حالت پیشفرض بسته و در 18 در حالت پیشفرض باز هست که ما سیم 18 پیچ 18 رو میبریم به کنتاکتورمون وصل میکنیم به آیک کنتاکتور. 16 هم اگه خواستیم به چراغ هشدار یا سیگنال وصل میکنیم که وصل چراغ سیگنال ما میشه و اگر کنترل فاز ما عمل نکرد و قطعی فرمان قطع مدار رو داد 16 بردار میشه و در نهایت چراغ هشداری که روی درب تابلو هست روشن خواهد شد. چراغ‌های روی اونها وجود داره. چراغ سبز که مشخصه نشون دهنده وصل بودن کنترل فاز و عملکرد صحیح اون هست. چراغ قرمز 3 تا وجود داره که PH هست، نشون دهنده اینه که یکی از فازها یا جابجا شده یا یکی از فازها قطع هست. وقتی این دو عامل وجود داشته باشه چراغ PH یا P خالی در بعضی کنترل فازها هست روشن میشه. U هست و وقتی U علامت کوچکتر یا بزرگتر جلو اونها هست یعنی ولتاژ ما یا از حالت کمتر از حد مجاز یا بیشتر از حد مجازه، مثلا یا 360 ولت یا 420 ولت که بیشتر یا کمتر از 380 ولت یا حد مجاز ما هستن. 3 تا ولوم روی اون وجود داره که این ولوم ها دیلی اون، دیلی اوف و اینم درصد خطای اون هست که دیلی اوف و دیلی اون که مشخصه تایمر زمان وصل و زمان قطع اون هست، یعنی وقتی کنترل فاز قطع شد چقدر طول بکشه تا مدار رو قطع بکنه، وقتی اشکالی توی مدار ایجاد شد یا وقتی میخواد وصل بکنه چقدر طول بکشه تا کنترل فاز ما عمل بکنه و وصل بشه و اینم درصد حساسیت کنترل فاز هست که معمولا بین 10 تا 15% در نظر میگیرن. و میریم سراغ کنترل فاز نوع دوم که توی مقاله هم توضیحاتی رو خدمتتون ارائه دادیم. کنترل فاز شیوا امواج هست، نسل جدیدتری از کنترل فازها که توی کشورمون رواج پیدا کرده و این نوع کنترل فاز سیم 0 نیازی نیست که به مدار وصل بکنیم و همونطور که میبینید فقط پیچ RST و داره که 0 هم نداره و این سه تا پیچ هم که مثل مدار قبلی وصل میشن و اینجا هم دو تا ولوم داره که فقط اون دیلی داره و درصد خطا که اون دیلیش معمولا زمان وصلش رو هرچی سریعتر یعنی حداقل در نظر میگیرن، کم در نظر میگیرن که سریعتر وصل بشه و درصد خطا هم که گفتیم بین 10 تا 15% در نظر میگیریم. اینجا دو تا پیچ داره که F و P هستن. P همون PH ما هست که گفتیم اگر یکی از فازها قطع بشه یا یکی از فازها جابجا بشه کنترل فاز ما عمل نخواهد کرد. و F داره. F نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که ولتاژ ما یا بالاتر از حد مجازه یا پایینتر از حد مجازه. ببینید در تاثیر بعدی U داشتیم روی حالت کوچکتر و بزرگتر که دو تا چراغ بودن که دقیقتر مشخص میکنه ولتاژ یا خیلی کمه یا خیلی زیاده، اما اینجا با یه F نشون میده که این دو حالت رخ داده و وقتی کنترل فاز ما وصله هم AC و رله هر دو تا روشن میشن. AC نشون دهنده اینه که برق وارد کنترل فاز شده و رله هم وصله و کنترل فاز نوع بعدی کنترل فاز زیمنس هست که باز یه مقداری با اونا تفاوت داره. این سوپر کنترل فاز هست، یعنی دو تا کنترل فاز داخل این قطعه وجود داره که باز مثل کنترل فاز شیوا L1 L2 و L3 به اون وصل میشه و نیاز به 0 نداریم و اینجا دو تا خروجی میتونیم از اون بگیریم. 11 نقش 15 ما رو بازی میکنه یا همون مشترک کامان ما هست. 14 و 12 داره. 14 و 12ش 14
14 اون نورمالی اوپن هست که وصل کنتاکتور میشه و 12 اون هم وصل سیگنال میشه. در پایین این اگه مشاهده بکنید 24 وجود داره که باز مثل همین این سه تا پیچ پایین این قرار داره که باز مثل همینه، یعنی دو تا کنترل فاز در یک جعبه قرار داره. اینجا باز یه دیلی داریم که زمان وصل شدن ما هست و اینجا باز با ولتاژ نشون داده شده عدم تقارن یا حساسیت ما با ولتاژ نشون داده شده که معمولا باز روی 400 قرار میدن که به خوبی عمل بکنه و اینجا هم دو تا چراغ وجود داره که با وصل شدنش کنترل فاز ما روشن خواهد شد. امیدوارم این مطلب هم برای شما مفید بوده باشه و از اون نهایت استفاده رو ببرین. پیروز و موفق باشین و خدا نگهدارتون.